السلام علیکم تماشابینان ارجمند. امروز تشکیلات جمعیتی آرمان دلها با دستگیری شخصان سخاوتمند و نکوکر به امک صدرالدین که قبل پیش طریق شبکه‌های اجتماعی به هر یک شما برای کمک برای خریداری عربچه الکترونی مواجهت کرده بودیم. عربچه را خریده تقدیم کرده ایستاده است. بگذار خداوند کریم خیر شما را بر یا به درگاهش قبول کرده پاداشش را در چند و صد چند برگرداند. آرمان دلها با ما بهترین ها. السلام علیکم. امک نازم شما درستی سلامتی عوامی. انا عربچه شما با سلامت باشید، سربلند باشید. من اگر گفتنی داشته باشید برای تماشابینا. من عربچه گرفتیم از رحمت یکتان در شود دستان هزار شود. از شما حقی بینیدیرم پرسو دارم. با هر کار چو همت بسته گردد اگر خار بود گل دسته گردد. سلام و درود نثار هر یکی شما با تماشابینان عزیز و هموطنان سخاوتمند. خوشحال و مسرور از آنیم که شمایان گرامی قدر همیشه تشبس های تشکیلات جمعیتی آرمان دلها را مدام دستگیری نموده در اجرای کارهای احسانکاری سهم خود را می گذارید. چه خیلی که همه شما آگاهی دارید چند پیش نواری درخواستی آید رسانیدن کمک به امک صدرالدین جوریف توسط شبکه‌های اجتماعی منظور شما گردیده بود. خوشبختانه پس از 3 روز انتشار نوار بنا به گفت امک صدرالدین با دستگیری کلی هموطنان خیرخواه و نکوکارمان به صورت حسابشان 17103 سامانه و طریق نقدی به دستشان 13000 سامانه مبلغ جمع شده است. اینک امک صدرالدین اشک شادی میریزند و صاحب الکترومتاسکیل بارکش گشته در حق تمام مردم خیرخواه سخاوت پیشه دعای خیر میکنند. ایشان باوری نداشتند که در کوتاه‌ترین فرصت آرزو و آرمان‌هایشان عملی می‌گردد. با قسم مبلغ جمع شده ایشان از شهر خوجند عربچه بارکشانه خریداری نموده و باقی مانده مبلغ‌ها را برای طبابت ستونمهره‌شان صرف می‌کنند. امک صدرالدین نیت دارند با دستگیری تشکیلات روزهای نزدیک به شهر دوشنبه سفر کرده از پی طبابت ستونمهره‌شان شوند. آره، واقعا شاعر درست قید کرده است. اگر به همه کار همت بسته گردد تمام مشکل‌ها برطرف می‌گردد. تشکیلات جمعیتی خیریوی آرمان دلها با تمام آنهایی که برای بهبودی روزگار امک صدرالدین سهم خود را گذاشتند، آنهایی که نوار ما را ترغیب و تشویق نمودند، منتداری بیان نموده در طلب آن است که بگذار خداوند خیرات آنها را قبول نموده اجر و ثواب زیاد و پاداشش را 10 چند برگرداند. سرور همدمов تشکیلات جمعیتی آرمان دلها شهر اسفره. دوستان عزیز تماشابینان ارجمند، مبلغ باقی مانده را برای طبابت امک صدرالدین میدیم. روزهای نزدیک خدا خواهد به طبابت شروع میکنه. آن نفرانی که به دست امک صدرالدین پول نقد آورده رسانیدن مینداری خیش را بیان میکنیم. بگذار خداوند کریم دولتتان را زیاد کردد، عائلتان همیشه سالم و بردم و نکونام باشد. یعنی مبلغ های زاید کی هزار رحمت.